این میخواد مسلمونا با هم دعوا میکنن. اون وقت 2 میلیون 3 میلیون اسرائیلی مسلمون ها رو نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه. نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار میکنه، برای اینکه ما با هم نیستیم، برای اینکه ما زبان و نگاه مشترک با هم دیگه نداریم، ما وحدت اسلامی رو نداریم. سر ظاهرا چیزهای خیلی ساده با هم دعوا میکنیم که تو این گونه ایستادی، نه باید این گونه می ایستادی، چرا این گونه نایستادی؟ صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام. نماز و روزه برای او وحدت است. اگه وحدت نکنی بر چی نماز میخونی؟ بر چی روزه میگیری؟ الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اقامه میکنن، برپا میکنن اون ادبیات رو، نه اینکه نماز میخونن. اقامه صلات یعنی وحدت بین مسلمان ها، یعنی اجماع بین مسلمان ها، یعنی داشتن زبان و نگاه مشترک، یعنی اینکه غیر مسلمان ها نتونن مسلمان ها رو اینجوری هر کاری دلشون خواست انجام بدن و بعد مستقر بشن در کشورهای اسلامی و تفرقه بندازن و مسلمان ها رو بندازن جون هم دیگه. تو شیعه‌ای، تو سنی، تو نمیدونم چه میدونم، هر کی برای هر کی یه حرفی بزنن، دعوا بین شیعه ها را بندازن، دعوا بین سنی ها، دعوا بین قومیت ها و ما بیفتیم با هم دیگه دعوا کنیم، اونا بیان منابع ما رو ببرند، امکانات ما رو ببرند، هر کاری دلشون خواست با ما بکنن. ما مقصریم، ما مسلمان ها مقصریم. انشراح قلب، پذیرش همدیگه، چنگ به ریسمان خدا زدنه که اصله، نه اینکه چه قیافه‌ای بگیری، چه جوری بیسی، چه جوری نگاه کنی. اگر ما بتوانیم این پیام رو بین مسلمان ها اولا در درون خودمون قلباً باور کنیم، نه اینکه در زبان بگیم ما وحدت داریم ولی عمل ما نشون بده راست نمیگیم، عمل ما نشون بده راست نمیگیم، گفتار که هزینه نداره، همه از وحدت حرف میزنیم ولی تحمل همدیگه رو نداریم، اجازه رشد به همدیگه نمیدیم، همدیگه رو حذف میکنیم. وحدت یعنی در عمل نشون بدیم ما با هم به یک قبله و با یه امام پشت با وحدت و انسجام داریم نماز میخونیم که نمازه رو برپا کنیم. این آن چیزی است که اگر بتوانیم ما مسلمان ها به دست بیاریم. من در عراق رفته بودم، اونجا به برادران میگفتم چرا نباید از پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ایران سوار قطار بشن راحت بیان برن مکه، مدینه، نجف، کربلا، استانبول، کشورهای مسلمان، چرا نتونن با همدیگه یه چنین ارتباط صمیمی و برادرانه داشته باشن؟ اون وقت اروپایی داشته باشن، ما نداشت. ما بگیم ما مسلمونیم ولی با همدیگه دعوا داریم، با همدیگه رابطه هم نداریم ولی تو زبان میگیم برادریم. بیایید در عمل با هم برادر بشیم. ما اگر با هم چنگ به ریسمان خدا بزنیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین بزنه، هیچ قدرتی نمیتونه ما رو ضایع بکنه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان بیاریم ما برتریم، اگر باور کنیم ما برتریم. الله اکبر، ربی اعلا، یعنی خدای ما بالاتره، یعنی راه ما بالاتره، یعنی عزت مال مسلمون هاست. این باید در عمل خودشو نشون بده و امیدوارم این جمع شما بتونید با همدیگه برای جوامع اسلامی یک نسخه، یه دستورالعمل، یه پیام رو ببرید، نه اینکه تفرقه و اختلاف و مسائل مختلف رو در جامعه ها پخش بکنیم و با همدیگه دعوا کنیم. جنگ با هم دیگر لبه آتشه. کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. جنگ با هم دیگه لبه آتشه. خدا نجات داد و ما باید از این لبه آتش بکشیم کنار. خدا به ما کمک بکنه، دست به دست هم بدیم، هم در جوامع خودمون انسانهایی که زندگی میکنن بتونیم به زندگیشون برسیم و به عزت برسونیم و هم آن کسانی که طمع در سرزمین های مسلمان کردن رو با عزت و قدرت بیرون کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.